سلام. تأمین سرمایه مناسب و به موقع تکمیل کننده چرخه یک کسب و کار موفق و ارزش ساز است. انواع مختلف سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه یک اکوسیستم کارآفرینی است. در اقتصاد امروز ایران حجم بالایی از نقدینگی و سرمایه در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی است که کمتر به فعالیت‌های ارزش‌آفرین اختصاص می‌یابد. سوال این است که چطور از منابع مالی، به خصوص منابع مالی خرد و توزیع شده، در مسیر توسعه کارآفرینی استفاده کنیم؟ نقش روش‌های سرمایه‌گذاری جمعی در توسعه اکوسیستم چیست؟ نقش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در کشورهای موفق چیست؟ و موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چیست؟ شناخت شرایط فعلی و برنامه‌های آتی در زمینه تأمین سرمایه و منابع مالی موضوع پنل سرمایه‌گذاری است. با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست شیراز از شما صاحبان سرمایه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.